من که کم حرفم، شیرازی هم هستیم، حالم نداریم. زود تمومش میخوام بکنیم. ولی سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، اساتید ارجمند. چقدر خوشحالم در خدمتتون هستم، مخصوصا توی پنل بیهوشی کودکان که خب هر موقع اسم فلوشیپ بیهوشی میومد همه اسم پین و آی سی یو و نمیدونم پیوند و قلب و اینا به ذهنشون رسید. ولی خب الان میبینیم که اسم بیهوشی کودکان هم داره مطرح میشه و جزو فلوهایی هست که انشاءالله بتونیم توی کشور اینو پیشرفت بدیم و بیمارستانهای کودکان توی کل کشور راه اندازی بشه. بیهوشی کودکان مخصوصا نوزادان شاید بیشتر نیازمند توجه به اون حواشی هست که وجود داره. متنش رو شاید خیلی همون بدونیم، به اون ریزکاریایی هست که نسبت به اون باید دقت کافی کنیم. یعنی دقتمون خیلی مهمتره، دقت کردن به اون مسائل کوچیک خیلی مهمه واسمون. این که قبلا شاید فکر می‌شده که نوزاد بچه هست، خب یه مینیاتور کوچیک مگه فرق میکنه؟ دوز داروشو کمتر میدیم میشه مثل همون بیهوشی کودکان، چه فرقی کرد؟ دیگه نیاز نبود که بیهوشی کودکان بخونیم. ولی خب الان مشخصه که یعنی واقعا که خود جراحان اذعان دارن که انجام دادن یه بیهوشی کودکان توی مرکزی که توی سنتری که یه فلوشیپ بیهوشی کودکان هست چقدر فرق میکنه واسهشون تا جایی که این وجود نداره. و امیدوارم که حالا توی پنل‌های بعدی یه جوری بشه که ما یه مشوقایی داشته باشیم که بچه‌هایی که از بیهوشی فارغ التحصیل میشن تشویق بشن که بیان به فلوشیپ بیهوشی کودکان. خب توی نوزادان خب ما نگاه کردن به آنومالی‌هاشون خیلی مهمه. خیلی از آنومالی‌ها مثلا آنومالی‌های قلبی نهفته هست و ما شاید اینا رو نتونیم متوجه بشیم. معمولا همه اینا یه پی اف او پی دی ای دارن که خب منتقل میشه، یعنی میتونه تبدیل بشه به یه پولمونری هایپرتنشن مایل و همونجور که استاد فرمودن، استاد سلطانی گفتن، یه پولمونری هایپرتنشن بعضاً به دنبال یه بیهوشی تبدیل میشه به یه سیویر پولمونری هایپرتنشن، تشدید شانت و به سمت فیل رفتن بیمار. که به این بعد خیلی وقتا رزیدنت ها وقتی میخوان یه اکوی بچه رو واسه من بخونن بهشون میگم آقا ولش کن، ای اف و این چیزاشو ول کن، اینا ای افش نمیتونه خوب ترجمه. پولمونری هایپرتنشن داره یا نه؟ میگن نه مایلده. نه، این مایلده بر اساس هر استرسی میتونه به یه سیویر پولمونری هایپرتنشن تبدیل بشه. رزرو قلبی توی بچه ها خیلی کمه، ما ضریب اشتباهمون خیلی باید پایین باشه. نمیتونیم به هر چیزی رو سرسری بگیریم و بگیم که خب حالا خوب میکنیم. ما به عنوان متخصص بیهوشی حتما باید علاوه بر این که مریض رو مینتین نگه میداریم بتونیم یه قدم از جراحی، یه قدم از بیماری اون جلوتر باشیم و بتونیم پیش بینی کنیم که چه خطراتی ممکنه واسه این بچه پیش بیاد. خب همونجور که گفتم این حواشی خیلی مهمه. کامیونیکیت کردن، همونجور که خانم دکتر فرمودن، کامیونیکیشن با خود بیمار که خب نوزادان که ما نمیتونیم با خودش کامیونیکیت کنیم ولی با همراهاش، پدر و مادرش خیلی مهم هست واسه ما، با خود جراحا، با خود متخصصین و اساتید نوزادان. پرسنلی که داشته باشیم پرسنلی باشن که ترین شده باشن، مخصوصا اونایی که توی اتاق عمل هستن و اونایی که توی NICU هستن، اونایی که توی ریکاوری هستن. نیازمند این هست که خیلی دقت لازمی داشته باشن و تجربه زیادی داشته باشن. SpO2 نوزاد معمولا توی اتاق خیلی مهمه. ترجیحاً توصیه میشه که اگر که SpO2 سچورشن نوزاد توی هوای عادی پایین هست حتما ما یه اکوکاردیوگرافی درخواست بدیم. چرا؟ همونجور که عرض کردم خدمتون یه پولمونری هایپرتنشن میتونه خیلی واسه ما خطرناک باشه و خیلی کشنده باشه. حتما وسایل رو که میخوایم قبل از اون چک کرده باشیم. نوزاد جوری نیست که وقتی که روش رو پوشوندن بتونیم دوباره به تیوبش دسترسی داشته باشیم، بتونیم دوباره به پالس اکسیمتری دسترسی داشته باشیم. حتما قبل از اون ایرویش رو سیکیور کرده باشیم، حتما رگامون رو چک کرده باشیم. من همیشه تاکید دارم وقتی که شما از یه نوزاد، از یه بچه میایین رگ میگیرید قبلش حتما چک کنید، واسه که بعد شانو میدن کنار میبینید که اصلا یک ذره واقعا دارو به راحتی زیر پوست میره و اون استریم سرم ما هم شما میبینید و
شانه میدن کنار، اون پرده میزنن کنار و میبینید که دست بچه شده 2 برابر حد عادی و یک قطره از این سرمی که ما بعد به اون میدادیم نرسیده. حتما قبلش وقتی میخواین رگ بگیرید فرش کنید و ببینید که به خوبی رد میشه. کار ما به عنوان متخصص بیوشی اینه که از هر استرسی توی بچه‌ها جلوگیری کنیم. دوز داروهایی رو که میخوایم بدیم حتما قبلش کلکولیت کرده باشیم، قبلش پلن بیهوشیمون رو بریزیم. اینجوری نیست که ما به بچه دارو بدیم خب حالا پروپوفول بیاد، پروپوفول چند درصد، تو خیلی مراکز که دیگه استیپی استفاده میشه، خب چند درصد دایلوتش کردید. من که همیشه ترجیحم اینه که اصلا دایلوشن رو به حداقل ممکن برسونم و اگه قرار هست که داروی دایلوت بکنم خودم دایلوت بکنم، دست کسی دیگه ای ندم، واسه که واقعا خیلی متوجه این نیستن. خب حالا اینقدرم شد، مهم نیست که. نه، دایلوشنمون خیلی مهمه. خیلی وقتا نیازمند است که ما اینا رو توی سرنگ انسولین بکشیم، توی انسولین بخوایم به بچه تزریق کنیم. اینجوری نیست که حالا یه ذره بهش میدیم، نه، ما به مایکرو حساب میکنیم، ما به میلی گرم حساب میکنیم. توی همینجور که آقای دکتر ساداری فرمودن، ایر امبولی مخصوصا توی نوزادا با توجه به همین پی دی ای پی اف اویی که دارن خیلی مهم هست. تمام کانکشن های ما ایر میکشه، ما همهشون مشکل داریم. سرنگایی که میخوایم بذاریم، نیده رو میخوایم سرش وصل کنیم، تمامش ایر داره. لااقل سعی کنیم اینو حتما کم کنیم. هر چیزی که میخوایم واسه بچه استفاده کنیم حتما گرم باشه. من توی نوزادان به بچه‌ها میگم اگه یک نکته بخواید توی اینا دقت کنید، هایپوترمیا هست. و اینم نه اینکه بذاریم بچه سرد بشه و بعد بخوایم گرمش کنیم. حتما از اون جلوگیری کنیم، از سرد شدن بچه. حالا در موردشون میرسیم. در مورد اینکه فلوید رو بخوایم بهشون بدیم، آیویا حتما توی میکروست باشه. من که خیلی وقتا ترجیح میدم با پمپ اینفیوژن بدم. پمپ اینفیوژن حتما مصرف کنیم، یا حتما تو اون 1 ساعتی که میخوایم اینجور نباشه که اون میکروست رو بیایم تو 100 سی سی پر کنیم بگیم خب الان 10 سی سی شو بگیره. این هنری نیست. خودتون تیتره بیاین بگین این 10 سی سی مثلا تو اینه، این واسه 1 ساعته اینه، بعد اگه خواستید اینو اضافه بکنید. میکروست استفاده کنید. پمپ اینفیوژن، ما مشکلمون توی این پمپ اینفیوژن ها ترانسفر مریضا هست. خیلی جا هست مثلا NICUش دم راهرو، یه قدم راه تو به اصطلاح اتاق عمل هست، مریض میخوان با آینوتروپ بیان اتاق عمل، میبینیم که میگیم خب این چی نمیگیره، چرا؟ این تو بخش که اونجا بود دوپامین میگرفت، نوروپینفرین میگرفت، مدرینون هم میگرفت، یه پولمونری هایپرتنشن داشت. خب این پمپ اینفیوژن همون کو، چرا نگرفت؟ خب ما گفتیم فاصلهش نزدیکه، زود میرسیم، پمپ اینفیوژن همون هم باتری نداره، اینا خراب. خب آقا ما اینا رو مایکرو در ساعت حساب میکنیم به این بچه بدیم. خب یه قطره هم که ما از این هم کمتر میخواد تو این لحظه بگیره. 2 ساعت هم که طول میکشه ما بخوایم اینو تحویل بگیریم ببریم تو. واقعا در مورد پمپ اینفیوژن مخصوصا ترانسفرش از NICU به اتاق عمل و از اتاق عمل به NICU، لطفاً به این پمپ اینفیوژن ها دقت کنید. اینجوری نیست که یه ذره نزدیکه زود میرسیم، نیست. ما به مایکرو داریم حساب میکنیم، مایکرو از یه قطره هم کمتره. خواهشاً لطفاً به این دقت کنید. همونجور که عرض کردم خدمتتون، توی سرما ما باید جلوگیری کنیم از سرد شدن بچه. این فورس ایر وارمینگ ها از همهشون بهتره. یعنی توی خود میلر توی همه کتابا گفته اونایی هستن که به صورت دمش، یعنی به صورت باد دمنده مثل سشوار توی پتویی پر میشن و اینا بهترین چیز هست واسه گرم کردن بچه و جلوگیری از سرد شدنش. بازم عرض میکنم خدمتتون، جلوگیری واسه ما خیلی مهمتر از درمانه. بچه‌ای که سرد شد دیگه هیچ کاریش نمیتونید بکنید، ممکنه در ظاهر گرمش کنید. خیلی از این پرونده های نظام پزشکی که ما می‌بینیم به عنوان کارشناسی به خاطر این وارمرهایی بوده که گذاشتن نزدیک بچه یه دستش سوخته، یه پاش سوخته، وارمرهای تابشی، وارمرهای اشعه‌ای، عکس. یعنی محال هیچ کدوم از ما به عنوان کارشناس پزشک قانونی نرفته باشیم و همچین پرونده‌ای به ما نخورده باشه. خواهشاً از این فورس ایر وارمینگا استفاده کنید، حتما تو مراکزمون تهیه کنیم و حتما قبل از اینکه بچه بخواد به ما مراجعه بکنه از اینا استفاده کنیم که بتونیم اینا رو گرم نگه داریم. من حتی توصیه میکنم با جراحان بتونیم کامیونیکیت بکنیم، اون بتادینی هم که میخوایم بزنیم بتادین گرم باشه
و جوری نباشه که ما بتادین سرد یا وسایل سرد رو همینجور بریزیم روی بچه. خواهشاً اگر که جراحا بتونیم باشون کامیونیکیشن داشته باشیم، از این گرمایی که میتونه بتادین داشته باشه واقعا سرده. خودتون شما دیدید همین که بتادین میزنن بدنه سوزنی میشه، مورمور میشه، حتی با وجود که بیهوشه. این بتادین هم خیلی مهم هست. هر استرسی، میگم ما از استرس به بچه باید جلوگیری کنیم. هر استرسی، مخصوصا اینایی که پولمونری هایپرتنشن دارن که اکثر اینا نوزادان دارن، همشون یه ماید پولمونری هایپرتنشن به خاطر این پی اف او و پی دی ای دارن. به راحتی با هر استرسی اینا میرن به سمت سیویر پولمونری هایپرتنشن. کپنوگراف توی اینا خیلی مهم هست، کپنوگراف داشته باشیم. کپنوگرافامون دقت کنیم اینا سرشون گرم میشه، بعضن زیر اون شانت که میره روی تنه بچه قرار میگیره و باعث سوختگی میشه. حتما دقت کنیم که این دو بچه تماس نداشته باشه. این یک ذره سوختگی شاید واسه یه آدم بزرگ چیز نباشه، ولی واسه یه بچه یه اسکار بسیار شدیدی میذاره. پس لطفاً کپنوگراف انتایدا CO2 حتما داشته باشیم. من اگه توی بیابونی گیر کنم بگن که آقا ما از این مانیتوره یکیشو بهت میدیم، از این مانیتوره فقط یکیشو بهت میدیم به عنوان یه بیهوشی، کدومشو برمی‌داری؟ من میگم انتایدا. میگن خب پالسشو با دستم میگیرن، بعدم متوجه میشن فشارش چقدر کم زیاد شده، سچورشنش هم نگاه میکنم میبینم سیاه شده، کبود شده، خب سچورشن هم افتاده. ولی انتایدا خیلی بهمون کمک میکنه. وقتی میبینیم انتایدا میاد پایین میفهمیم که ای بابا ممکنه که الان پرفیوژنمون کم شده باشه، فقط ونتیلیشن نیست و یه آلارم. انتایدا رو داشته باشید و دقت کنید که حتما با بچه تماس نداشته باشه. سچوریشن بچه ها رو ما معمولا سعی میکنیم بین 93 تا 95% نگه داریم. زیر اون، مخصوصا زیر 90%، باعث میشه که هایپوکسیا توی بچه ها رخ بده، مشکلات مغزی ممکنه گذاشته باشه که اینا رو شاید لحظه متوجه نشیم. و یه چیز در مورد مخصوصا نوزادان پیرمچور دقت کنیم، ما اوتوی 100% به اینا ندیم. ما حتما اینا رو با ایر مخلوط کنیم. هیچ وقت اگر که من این نداشته باشید، خب معمولا توی جراحی های نوزادان معمولا اکثرا اندو شاید یک کمی باشون مشکل داشته باشیم، مثل دیافراگماتیک هرنیا، آتزیمری یا اینا رو معمولا اندو نمیدیم. ولی لطفا حالا اگه اندو نمیدیم سعی کنیم توی سنتری که میخوایم نوزاد رو عمل کنیم، مخصوصا نوزاد پیرمچور، حتما مخلوطش کنیم با ایر و سچوریشن بچه رو یه چیزی بین 93 تا 95% نگه داریم. از هایپوکسیاشون جلوگیری کنیم، دقت کنیم. اینا بچه ها به راحتی وان رانگ میشن، به راحتی اکستیوب میشن، هم این طرف هم اون طرف. با 1 میلیمتر بالا و پایین شدن یا اکستیوب میشن یا وان رانگ میشن. لطفا دقت کنیم هر سچوریشنی که ما توش تغییری دیدیم باید به سریعا از سون از پاسیبل اونو درمان کنیم. در مورد ونتیلیشنشون، مخصوصا توی حمل و نقلشون دقت کنیم. توصیه کرده توی میداد که حتما پیپ توی اینا استفاده کنیم، از ونتیلاتورهای والیوم تارگت پرهیز کنیم. اون حتی جدا کردن به صورت کوتاه مدت نوزاد از تیوب که ما میخوایم اینو از اینجا بکشیم وصلش کنیم از زیرشان بیاریم چی میگه ممکنه کلاپس ریوی رخ بده. از این جدا کردنهای کوتاه مدت هم پرهیز کنیم. و گفته که وقتی که مریض رو میخوایم ترانسفر کنید توی NICU یا از NICU بیایید اونجا، این آمبو زدن، بگ زدن، تیپیس زدن ها، تمام اینها میتونه باعث بشه که کلاپس رخ بده و توصیه کرده که ما به صورت ونتیلاتور با ونتیلاتور اینا رو منتقل کنیم. خب ما متاسفانه توی مراکزمون اینکوباتور هم به سختی پیدا میشه. استاد رضوی ان بتونیم یه کاری بکنیم که این ترانسفر نوزادا، یعنی من واقعا اکثر مشکلاتی که من توی نوزادان واسم رخ داده توی این ترانسفرها بوده. یعنی اینکوباتورامون مشکل داره، ونتیلاتورامون مشکل داره، جابجاییامون، تختایی که میخوایم بذاریم، بعضا یه تخت واسه یه آدمی که بزرگه میان که بچه رو بخوایم بذاریم تو این، بخوایم بفرستیم بریم. و حتما به این دقت کنیم. در مورد پین منیجمنت و آنستزیا به این دقت کنیم. خیلی وقتا حتی توی اساتید خودمون، خیلی وقتا توی دوستای خودمون میگن خب بچه هست دیگه، نوزاد، درد چه میفهمه، چی درد میخواد، چیکار، درد نمیفهمه، بچه درد نمیکشه که.
ماستر ریلکسنت اصلا بچه عضله نداره که ما بخوایم بهش ماستر ریلکسنت بدیم. حالا شما میخوای ازش رگ بگیری، یا وقتی میخوای رگ بگیری این مچه رو دسته رو همچی سفت گرفته که نمیتونید بازش کنید. نه این عضله نداره. آقا چطور اینجاش عضله داشت، اون راه هواش عضله نداشت. پین بچه ونگ و ونگ یکم تکونش میدین جیغ و ویق میکنه. حالا شما نه این حالا مهم نیست، میخوایم این توبش کنیم بهش فنتانیل هم نمیدیم. نه لطفا دقت کنیم دیگه. اون خاطر اون چیزای قدیمی که ما میگفتیم به بچه ماستر ریلکسنت ندیم، به نوزاد ماستر ریلکسنت ندیم، به بچه اوپیوید ندیم، اینا تماما ور افتاده. اویک اینتوبیشن دیگه ور افتاده. الان سدیتد اویک اینتوبیشن هر جا ببینیم هست. اون اویک اینتوبیشن واقعا یه جور شکنجه‌ای هست که ما به بچه‌ها وارد می‌کنیم. همینجوری که عرض کردم خدمتتون، خود دیگه استاد سلطانی هستن، این پولمونری هایپرتنشن خیلی بترسید ازش. یه ماید پولمونری هایپرتنشن شما با یه استرس اویک اینتوبیشن به راحتی اینو تبدیل می‌کنید به سیویر پولمونری هایپرتنشن. به راحتی شانت اینو تشدید می‌کنید. پس لطفاً به این دقت کنید. توی مریضی که آتیسم مدی داره میخواین اویک اینتوبش بکنید، همینجور گریه میکنه، هوا میره توی شکمش، استومک باد میکنه میاد بالا و استرس و این استرس به مریض وارد میشه. توی آنستتیکا میخوایم بدیم، معمولا خب از پروپوفول گاز میدیم، ولی خب باید دقت بکنیم که اینا به اصطلاح آینوتوپ منفی ان، خیلی ممکن روی کاردیوواسکولار دپرشن ایجاد بکنن. اوپیویدها من بهتون توصیه میکنم، اوپیویدها واقعا سیفن، ولی خب دقت کنیم برادیکاردیا و چیزها رو توی اینا ممکنه که واسه همون مشکل ساز بشه. ولی شما توی کتابای قلبم میخونید 10 تا 15 مایکرو 20 مایکرو پر کیجی فنتانیل ما میتونیم به یه نوزادی بدیم، ولی به شرطی که ما گازشو بعدن کم کنیم. این به اصطلاح کانسن این ولتایل ها هستن. توی بچه ها گفتن این هیپنوتیکا هستن که بچه رو میکشن. ولی اگر که شما اوپیویدتون رو به اندازه کافی بدید و خوب بدید و دردش رو ساکت کنید، من به راحتی بهتون میگم مگه بچه رو زیر اوپیوید غرقش کنید که از بین بره، مگه اینقدر اوپیوید بریزید که خفه بشه تو حرفش، ولی با آیوی زدنش هیچ استرسی نمیکشه، یه بیهوشی سیف دارید. لطفاً دیگه فکر نکنید که نوزاد هست درد نمیکشه. رجنال آنستزیا توی اینها خیلی چویسای خوبیه. متأسفانه استاد مهدوی رفتن 2 دقیقه. رجنال آنستزیا خب نیازمندی این هست که ما، البته کودال واقعا یه پروسه خیلی ساده هست، خیلی ها میتونیم استفاده کنیم، خیلی کمک کننده است. اسپاینال، اپیدورال، به اینا باید دقت کنیم. کانجنیتال هارت دیزیزا رو حتما توی بچه‌ها دقت کنیم در موردشون. میگم اینا نهفته هست، ممکنه یه مشکل کانجنیتال داشته باشن. در مورد پریمچوریتی ما چالنجی که توی پریمچوریتی داریم ایپنیای بعد از عمل هست. توی ایپنیای بعد از عمل معمولاً جستیشنال ایج زیر 37 و پست منچورال ایج زیر 44 و هماتوکریت زیر 30% رو گفتن که اینا بچه‌ها شانس ایپنیای بعد از عملشون هست. و با این توصیف و با این تفاسیر ما تقریبا هر نوزادی که میخوایم توی اتاق عمل بیهوش کنیم حتما توصیه کنیم که بعداً توی بخش یا NICU بستری بشن و حتما همونجوری که استاد فرمودن حتما من اصلا توی اوردرشون می‌نویسم بیمار مانیتورینگ شود، مانیتورینگ SpO2 و هارت ریت، و حتما هم به پرستاره میگم که اینو باید دقت کنید. خیلی هاشو که سعی میکنم NICU اگه بتونن بفرستن به ایپنیاشون عمل کنید. رجنال آنستزیا استاد مهدوی فرمودن که از ایپنیاشون میتونه جلوگیری کنه، البته از ارلی ایپنیا میتونه جلوگیری کنه. ریت ایپنیا حتی پیور رجنال آنستزیا هم که گفتن شما حتی هیچ آیوی آنستتیکی ندید، فقط بیاین مثلا مریض رو کدال کنید که هر چند بازم توی کتاب ها گفتن که شما اگر که میخواید رجنال آنستزیا بدی حتما باید یه سدیشنی هم همراهش داشته باشی، مخصوصا توی بچه ها. اینجوری نیست که شما بزرگام هم اینجوره ها، آدم بزرگام ما وقتی که میخوایم یه رجنال آنستزیا بدیم حتما باید یه آمنستیکی و یه ضد درد، یه مینتیننسی واسهشون گذاشته باشیم. توی بچه‌ها که کاملا گفته کانتراندیکن، یعنی پیور گفته ما نداریم، حتما بچه رو باید بچه نمیفهمه که بهش بگیم تکون نخور پایین پات دارن عمل میکنن که حتما باید اونا رو سدیت کرده باشیم. رجنال آنستزیا حتی اگه کاری هم کرده باشیم که پیور باشه روی ارلی ایپنیا میتونه اثر بذاره که توی ریکاوری ایپنیا نده، ولی بعداً معلوم نیست توی بخش بده ایپنیا نده. پس حتما رجنال رو هم اگر که نگید که ما اینا توی دی کلینیک اومدیم کودال بلاک دادیم حالا بفرستیمش بره خونه، نه،
اینو حتما هم باید بستری بکنیم. کافئین هم توی پریمچوریتی توی اپنیای پریمچوریتی کمک میکنه. معمولا من خودم تجربه خوبی دارم توش 20 میلی گرم پر کیجی میدم. الان داروهاش هم اومده حتی از آمپولای 60 میلی گرمش هست و آمپولای 30 میلی گرمش. پس در نهایت ما هر نوزاد پریمچور زیر 56 تا 60 هفته و ترم پست منچورال ایجشون رو میگن زیر 44 هفته رو که همه نوزادان تقریبا شاملشون میشه رو حتما باید بستری کنیم. و نورولوژیکشون هر هایپوتنشنی توی بچه‌ها میتونه مشکلات نورولوژیک بذاره. اصلا الان شاید ما به عنوان متخصص بیهوشی هم درست نباشه اینو بگیم، شاید درآمد خودمون کم بشه. هیچ عمل الکتیوی زیر 2 تا 3 سال توصیه نمیشه. هیچ عمل الکتیوی زیر 2 تا 3 سال توصیه نمیشه. البته میگن یه جامعه آماری میخواد تو اینو بتونه اثبات بکنه، ولی میگن خیلی از این مشکلات نورولوژیک، خیلی از این چیزایی که بچه‌ها میرن توی مدرسه درسشون عقب میفته شاید به خاطر همین بیهوشی بوده که اون موقع گرفتن. هر هایپوتنشنی میتونه یه ایونت مغزی ایجاد بکنه. پس نسبت به این هایپوتنشن هم توی اینها دقت کنید. عمل الکتیو خب معمولا توی نوزادان انجام نمیشه، ولی اینم یادتون باشه به عنوان متخصص بیهوشی میگم شاید همه دوست نداشته باشن اینو به افراد منتقل کنن، میگم درآمد خودمون شاید کم میشه، ولی زیر 2 تا 3 سال هیچ عمل الکتیوی توصیه نمیشود. متشکرم.